عرض ادب رفقای گل، چطورید بچه‌ها؟ اولین ویدیو چنل گیمینگمون رو داریم میذاریم. کلا قراره کلش رویال ما بذاریم فعالیت کنیم. این اولین ویدیوشه. ببینم دیگه اولین ویدیو چجوری میخواد رقم بخوره. من یه لحظه فقط وی پی ان رو قطع کنم. این پدر سوخته پینگمون رو خراب نکنه. بچه‌ها این اولین ویدیو، بچه‌ها این اگه خوب ویو بخوره خیلی انرژی میگیرم بریم اولین بتل رو بزنیم. بچه من خیلی نوبم، تازه شروع کردم، ولی چون کلش رول خیلی دوست دارم دیگه گفتم یوتیوبش رو شروع کنم. خیلی پینگم بده، خیلی پینگم افتضاحه. کاش آیس اسپریت رو داشتم دستم، ولی هیچ اشکالی نداره. پسرک چرا اونجا افتاد ماسکمون؟ عیب نداره، حالا ماسک اونجا افتاد اشکال نداره، ولی لطفا دفعه بعدی این کارو نکن پسر. وای چه اشتباه عظیمی کردم. فرزند ادب باش، نه فرزند پدر. بچه هیچی اولوشن ندارم متاسفانه، و همین باعث میشه خیلی از بتلا رو ببازم و توی رنگ هم که بازی نمی‌کنیم، داریم تروفی میزنیم چون هنوز انقدر نوبیم. و خب دکمون هم واقعا دک سختیه، قبول دارید یا نه بچه ها؟ نه اینگه برو خدا نگاه کن. یه حمله کرد این همه دمیج، حالا ما 1000 تا حمله کنیم. بنداز اونو بنداز. اشکال نداره. خیلی پینگه سر پینگه بچه ها، این پینگ من خیلی بده. شاید باید واقعا وی پی ان بزنم تا پینگم خوب بشه. من اعتقادی به وی پی ان ندارم واقعا. یا این بازی اگه چرا الان نگرفت به تابه؟ بنداروس چرا رو کل نپرید؟ کمک. نزن تو رو خدا نزن. بیا اونم که زد. اصلا پینگ خداییش
خداسا یعنی که تازه تابه رو اکتیو تونستیم بکنیم. اون دمیج نخوردم با فایر میتونستم بگیرم ولی خودم خوب بوده. نه هیچی هم چیز نداشتم. شرمنده بچه هیچی هم ابو ندارم. اون ابو داشت. ابو خیلی مهمه واقعا. اولوشن خیلی مهمه. بریم بتل بعدی بچه. این زاخار مخارا رو ما میزنیم خداییشا. من لول کارتا هم خیلی بالا نیست. فقط یه ماسک هم 14. بعد دیگه چی؟ چیه چه ترکیبایی داره به من میده؟ تو رو خدا نگاه کن. همش هم این تسلا لاشی هست. کاش این تسلا حذف میشد از بازی. فکر کنم ارتش اسکلت داره که اصلا سایکل نمیکنه. نه یکی بهتر داره. خب حالا ببینیم چیز برابر داشت. حالا بهتر میتونیم پیش کنیم. حالا دمیج بیشتری هم میتونستیم بدیم. قبول دارید؟ بهتر میتونستیم دمیج بدیم. فعلا حالا چیز نمیدادم. تو خدا بیاید این ور. میبینی مثلا اینا لول 15 کارتشون. خب معلوم میزنن. کاش تسلاشو بنداز تسلا رو بنداز. ننداختشون. تاورش الان کنده میشه از جاش. چرا تسلا مثل چی داره این؟ باسبندی داشت ول کرد بازیو. ول کرد. رفتیم بابا. خب معلومه کلوف باشی تعریفت ول میکنی. حالا شل نگو. یهو این ور حمله میکنی از اون ور یارو میاد. ارزاده سر اینجوری میزنن با کارتای لول پایین. عشق گرمیلی. خب این از بتل دوم وین. بریم اینو باز کنیم چی میده. موز خداییش نمیبینی اینقدر این ویدیو داره بد پیش میره. ببینی حتی این چیزمونم چیکار کنیم اینو چی میاد تو دست و بالم. کارت مارت میخوایم برداریم. خب بریم بتل بعدی. برای اولین ویدیو فکر کنم 3 تا بتل بس باشه. 3 تاش هم خوب شد نباختیم. حتی 2 تاشو ببازیم یه دونه بردیم. حالا و اینکه انشالله که این الان من ماسکو خیلی زود انداختم. خیلی دیر افتاد. فکر کردم ما اسکلت دارم. اون برای الان نیست که گل پسر. خب یه حمله دیگه بریم.
شما چه دفاعی کرد، چجوری میگی دفاع کردی بسه. لاگو دیر زدم، وای لاگو خیلی دیر زدم. چرا حس کردم من میرم سمت اون؟ میخواد بنداز. چه دفاعی کرد اونجا، ولی اون دفاعی که کرد خیلی سنگینه. وای چه تایمینگی شد. گریبو بنداز و برو. تصمیم دارم که یاروشو نزن. چقدر تون تولید میشه خوبه. وای مینیون لعنتی. پاور راستو چجوری کند؟ وای کمک. حتی میدونی چرا اینجوری شد؟ من اصلا این اولین بار دارم همچین با این که میگم تجربه زیادی ندارم، اولین بار همچین باختی میدم. علتش اینه که این پینگ خیلی بده. من الان باید تو پارکینگمونم، اینجا استدیو دارم و آنتن خیلی بده اینجا. به مودم ایرانسل وصل شدم بچه. مودم ایرانسل به این شکله. بریم یه بتلیه بزنیم. جوری میشه. هنوز بچه قبول دارید هنوز به اون مرحله بازی کردن نرسیدم که فشاری بشم؟ قبول دارید سری کلش فشاری بشم؟ هنوز سری کلش اونقدر فشاری نشدم. وای این حاجی گالم اسکیلیه. بگوی که گالم اسکیلی نیستی. چی دیدی تو یه لحظه پرید اصلا نفهمم چی شد. زیاد اکسیر زیاد هدر داد. کاش بتونم اینم با اون بگیرم. نه شد. بزن ماسک. یه دونه هم میزنم ماسک. آها باری کلا ماسک. چی که لحظه گفتم اونا الان اومدن تاوه رو کندن از جاش. دهن سرویس ها. الان ما اینو ننداختم ولی خب نمیدونم چرا افتاد. خب این حملش بگیره با یه حمله کل تاوه رو میزنه همه چیو. این حملش بگیره نابود شدیم. این میخواد جلوشو چیز بره که من میتونم یه کاری بکنم. خب اوکی اینو از این ور کشیدیم. خیلی نیست.
دیگه بهتر از این واقعا نمیشد دفاع کنیم. خیلی سریع داره اتفاقات رقم میخوره، قبول دارید؟ یه فکر نمیکنم تایم داشته باشه، خیلی داره. ما بازی گذاشته بودیم رو 2x، البته یه اشتباهات هم داشته من دیگه میگم بریم بالا دیگه. بیا خود اینجا میگه ذره بودیش کنیم. اینایی که سنگین پلیرن یه ذره فشاری میکنن آدم و بهتره ما هم فشاریشون کنیم. خب بچه 2 تا وین 2 تا باخت فکر میکنم برای من نوب کافی باشه. به چنل نوب 1 ایران خوش اومدید. اسم چنل چی بذاریم بچه ها؟ خودتون توی این کامنت رو بگید، هر چی بگید اسم چنل رو عوض میکنیم میذاریم رو اون. من خودم برای اسم چنل مثلا یه چیزی با نوب و اینا مد نظرم، یه نوب توش داشته باشه، مثلا نوب مستر، نوب چی، نوب رویال یا همین چیزی. بچه دمتون گرم ویدیو رو تماشا کردید. چنل رو ساب کنید، خیلی به حمایتتون نیاز داریم. قلب من متعلق به همه شماست. میبوسمتون. فعلا خدا نگهدار.